سلام دوستان، ابوالحسنی هستم. در خدمتتون هستم با مبحث پیاده سازی وب سرویس ها توی دات نت و وب سرویس ها به شکل رستفول. قبل از اینکه آموزش رو شروع بکنیم، چون آموزش ما در چند جلسه خواهد بود به مباحث طولانی هستش، نیاز هستش که دوستان یه آشنایی مختصری با پروتکل HTTP و زبان C# داشته باشن. من برای اینکه حجم ویدیو کمتر بشه سعی می‌کنم خیلی سریع از این قسمت ها عبور بکنم تا برسیم به قسمت مربوط به کد نویسی. ولی خب یه توضیح سریع بدم که وب سرویس ها توی دات نت اول به فایل های .asmx بود، اونا مبتنی بر سواب بودن، یه سری XML برامون برمیگردونن، ما اونا رو میتونستیم توی سمت کلاینت پارز بکنیم و استفاده بکنیم. ولی خب فقط از پروتکل HTTP پشتیبانی میکردن و فقط توی iOS میتونستن هاست بشن. بعد از اون مایکروسافت اومد WCF داد که باز مبتنی بر سواب بود، ولی خب پروتکل HTTPS و TCP و MSMQ هم پشتیبانی میکرد، ولی همچنان متن باز نبود و XML که برای شما برمیگردون رو باید پارز میکردیم استفاده میکرد. یه قابلیت دیگه که اضافه شد این بود که شما میتونستید علاوه بر اینکه توی iOS هستش کنید، توی اپلیکیشن ها و ویندوز سرویس هاتون هم آپش بکنید و هاستش بکنید. بعد WCF REST رو داد برای اینکه خب حالا مایکروسافت هم میخواست از این قافله عقب نمونه و بیاد تو زمینه رست هم فعالیت بکنه. شما میتونستید با فعال کردن وب HTTP بایندینگ در واقع WCF بنویسین که با حالا اون معماری رست هم سازگار باشه. میتونستید از وب گت و وب اینبوک برای مشخص کردن اینکه یه ریکوست گت هست و پست هست سمت سرور بهره بگیرید و اینها رو تفکیک بکنید. اگه میخواستین در واقع دلیت و پوت هم اضافه بکنید و از اون هم پشتیبانی بکنید، خب باید یه تغییر توی iOS میدادید. اگر میخواستین یه سری پارامترها رو توی گت و با استفاده از وب گت بفرستین به شکلی پارامتری که دریافتش بکنید، نیازمند بودید که یه URI تمپلیت برای خودتون بنویسید و اون کاستوم بکنید. خب WCF REST از JSON و ATOM هم علاوه بر XML پشتیبانی میکرد. و در نهایت اخیراً که در واقع مایکروسافت اومد MVC رو توی دات نت پیاده کرد و ارائه داد و به شدت خودش هم توصیه کرد که از ویندوز فرم ها از این فرم برای توی SP خارج بشین و بیاین تو سمت MVC، چون MVC رو یه در واقع فریمورک برای بخش وبش نوشته بود، برای اینکه یه تکنولوژی داشته باشه فقط و فقط تخصصی روی وب سرویس ها کار بکنه، وب API رو معرفی کرد. توی وب API ما به شکل خیلی ساده میتونیم یه سرویس رو راه اندازی بکنیم. این وب API خیلی قدرتمنده و تمام قابلیت های HTTP رو میتونه ازشون استفاده بکنه، برخلاف اینکه حالا WCF یا فایلی که به شکل ASMX می نوشتیم فقط از یه سری قابلیت های HTTP استفاده میکردن. اینجا ما میتونیم در واقع تمام قابلیت های HTTP مثل کشینگ و ورژنینگ و ارسال کردن یه سری داده توی هدر ریکوست و ریسپانس هدرها و ریکوست هدرها میتونیم قرار بدیم، از اونها استفاده بکنیم و تمام ویژگی‌هایی که خود MVC هم داره، یعنی به API علاوه بر این که میتونه از کل قابلیت‌های پروتکل HTTP استفاده بکنه، میتونه از ویژگی‌های خود MVC مثل بحث روتینگ و کنترل اکشن‌ها و فیلترینگ کردن و مدل بایندینگ و غیره هم استفاده بکنه که در ادامه حتما توضیح خواهم داد خدمتتون. قابلیت میزبانی توی اپلیکیشن ها علاوه بر iOS داره. حتی شما میتونید یک کنسول اپلیکیشن بنویسید که کنسول اپلیکیشنتون هاست بکنه به API تون رو و در واقع از طریق اون اجراش بکنید. حالا این 4 تا تکنولوژی که معرفی کردیم، خب بگیم حالا اون رست چیه، چرا همه دارن به این سمت میرن، چه مزیتی داره؟ در واقع رست یه سبک معماریه، یه آرکیتکچرال استایله، برخلاف اینکه خیلی هم میگن خب نه رست از سواب بهتره، سواب از رست بهتره. اصلا مقایسه اینا اشتباهه، بخاطر اینکه سواب یه پروتکله ولی رست یه سبک معماریه، اصلا مقایسه کردن اینها اشتباهه. رست یه معماریه مثل SOA، مثل سرویس اورینتد آرکیتکچر، و در واقع رست رو مقایسه کردن با سواب کار اشتباهیه. رست به جای اینکه بیاد مثلا از سیستمایی مثل RPC، RMI، نمیدونم کوربا، سواب یا غیره استفاده بکنه، میاد از HTTP استفاده میکنه. HTTP علاوه بر اینکه خیلی قدرتمنده، در این حال خیلی هم ساده است. و حالا رست یه دیدگاه ریسورس محور داره، یعنی توی رست ما تمام درخواستامون رو به شکل یه URI میبینیم که این آیه در واقع یه آیدنتیفایر، یه شناسه است، شناسه یه ریسورس روی سرور، مثلا این ریسورس
برخلاف حالا قسمتی مثل مین فرم بود حتما یه فایل فیزیکی بود، نه، اینجا میتونه یه فایل اصلا نباشه، میتونه کاملا داینامیک ایجاد بشه از سمت سرور این یو آر آی ها و فیزیکی چیزی وجود نداشته باشه. ولی خب رست همه چیز رو به شکل یه سری منبع و یه سری ریسورس می‌بینه. در ادامه میریم سراغ پروگرامینگ. همونجا یه نمونه خیلی ساده از MVC رو می‌بینیم، ولی قبل از اون میام یه توضیح راجع به MVC بدیم که حالا MVC چیه که وب API از همونم پشتیبانی میکنه. MVC الگوی معماریه، حتما همتون آشنایی دارین و میدونین که حالا MVC مخفف مدل ویو کنترلره. اون مدل میشه اون در واقع کور ما، اون هسته سیستم ما که قسمت‌های محاسباتی و عملیات منطقی و ارتباط با دیتابیس و اون در واقع بیزنس لاجیک لایر و دیتا اکسس لایر ما توی مدل کپسوله میشه یه جورایی. بعد میاد سراغ کنترلرها. کنترلر در واقع خیلی خیلی ساده بخوام بگم، حالا من زودتر اومدم روی عکس، اون بخشی از سیستمش که اون اینتراکشن هایی که با کاربر، با اون کلاینت، با اون یوزر داره، این کنترلره که اونا رو هندل میکنه. درخواستایی که از سمت کلاینت میاد، دیسپچ کردن اینها به قسمت‌های مختلف، انتخاب کردن که هر کدوم از این درخواست‌ها باید به کدوم متد از کدوم کنترلر یا در واقع کدوم اکشن از کنترلر ارسال بشه، انتخاب اینا با کنترلر. و در واقع بحثی که قرار مدیریت بکنه این درخواست‌ها و اون پخش کردن این درخواست‌ها بین در واقع رودهای مشخصی که قرار این درخواست رو هندل بکنن به عهده کنترلر. در نهایت میرسیم به ویو که حالا ویو دیگه از اسمش هم مشخصه، قراره اون نمایش بده اون دیتاهایی رو که مدل برای ما پردازش کرده، فراهم کرده، حالا قراره کاربر ببینه. اگه به شکلی دقت بکنین خیلی ساده با یه سری عدد در واقع مشخص شده ترتیب مراحل هم چجوریه. البته خب یه سری از این مراحل ممکنه در واقع شورتکات بشه، حتما یه قسمتی مثلا دسترسی به دیتابیس برقرار نشه. فرض کنید شما به عنوان یک کاربر یه URL رو تایپ میکنین، ریکوستتون میره به سمت یه سایت، مثلا همین سایتی که خودمون داشتیم ویدیوها روش بود، یا حالا مثلا شما میزنید www.google.com. خب شما این درخواست رو که میدین، با فرض اینکه حالا گوگل به شکل MVC پیاده سازی کرده، اونجا یک کنترلر وجود داره که این درخواست رو میگیره پردازش میکنه، بر اساس اون روتینگ مپی که داره این درخواست رو میده به یه در واقع اکشنی توی کنترلر. اون اکشنه که توی قسمت مدل هست اگه نیاز داشته باشه یه سری دیتا رو از سمت دیتابیس میگیره یا یه سری در واقع تراکنش ها رو انجام میده، نتیجه رو برمیگردونه به کنترلر. این استپ ممکنه لزوما رخ نده، ممکنه یه پردازش فقط محاسباتی باشه، یعنی اصلا با دیتابیس ارتباطی برقرار نشه، ولی به هر حال در عمومی ترین حالت بعد از اینکه درخواست پردازش شد، دیتا فراهم شد، دوباره به کنترلر پاس داده میشه، کنترلر میده به ویو میچینه اونها رو، حالا اگه بخش وب هستیم HTML CSS JavaScript و غیره، برمیگردونه به کنترلر و کنترلر به عنوان یه ریسپانس برش میگردونه به اون در واقع کلاینتی که ریکوست رو داده بود به عنوان یه ریسپانس. خب بخش تئوری رو مثلا که خیلی سریعتر بگم، حالا ان شاءالله وارد بخش عملی بشیم، یکم کد بنویسیم اونجا بیشتر کاربرد ببینیم. من ویدیو رو پاز میکنم. خب ویژوال استودیو رو بالا میاریم. برای شروع من یه پروژه خیلی ساده ایجاد میکنم فقط با MVC که یکم بیشتر با ساختار MVC آشنا بشیم. اسم پروژه رو هم مثلا میذاریم که MVC. خب میبینید که در واقع تمپلیت های مختلفی هست، از empty basic اینترنت اپلیکیشن، اینترنت اپلیکیشن، موبایل اپلیکیشن و وب API که این آخرین گزینه همون چیزی هستش که ما در آینده باش کار خواهیم کرد. در قسمت گزینه بیسیک یه سری لایبرری آماده، یه سری در واقع کدایی که مربوط به اتنتیکیشن، کار با کلاس یوزرها و غیره رو داره. من برای اینکه فعلا از یه نمونه خیلی خام شروع بکنیم empty رو انتخاب میکنم. راجع به ویو انجین هم بعداً اگه لازم شد صحبت میکنم، فکر نمیکنم ما چون قرار فقط به شکل وب سرویس بنویسیم فعلا برام مهم نیست رایزور باشه یا SPX باشه، چون ما قرار نیست HTML در واقع رندر کنیم و به سمت کاربر بفرستیم، ما فقط میخوایم با جیسون یا XML کار بکنیم. خب همونجور که میبینین توی قسمت سولوشن اکسپلورر من یه سری فولدر بندی دارم که این فولدر بندی های پروژه کاملا دیگه خام MVC هستش.
اگه دقت کنید قسمت ویوز، من همون ویو هایی هست که توی مدل MVC گفتیم. مدل همونه و کنترلر هم همون. مدل و کنترلر میبینید که خالیه، ولی ویو من یه دونه ویو دارم. در واقع توی این ویو من یه دونه کانفیگ دارم که مشخص کننده کانفیگ دسترسی به ویو هامه، چیز خاصی نیستش. راجع به گلوبال ASPX و در واقع اپ استارت که فیلتر کانفیگ چی هست، رود کانفیگ و وب ای پی آی کانفیگ چی هستش بعداً بیشتر توضیح خواهم داد. در حال حاضر ما فقط بیایم برای نمونه یه دونه کنترلر خیلی ساده بنویسیم. با توجه به اون توضیحاتی داده شد، یعنی ریکوست میاد به کنترلر به مدل میده، مدل اگه نیاز بشه از دیتابیس برمیگردونه یا پردازش میکنه به ویو میده. الان اگه من این پروژه رو ایجاد بکنم، با توجه به اینکه هیچ کنترلری وجود نداره، نباید هیچ صفحه خاصی رو به من نشون بده. قاعدتا باید یه 404 به من بده. نگاه میکنیم ببینیم که خروجی چی هستش. بله 404 داریم، به خاطر اینکه هیچ کنترلری رجیستر نشده برای اینکه پاسخ بده به این ریکوست. خب حالا برمیگردیم سراغ اپلیکیشنمون، قسمت اپ استارت. توی قسمت اپ استارت من رود کانفیگ رو میرم. توی این فایل تمام تنظیمات مورد نیاز برای مدیریت کردن رودهایی که به سیستم شما وارد میشه وجود داره. یعنی من اینجا میتونم رودهای مختلف و رودمپ های مختلفی تعریف بکنم که توی اون مشخص بکنم اگه با یه الگوی خاصی برای من درخواست اومد، این رو بفرست به فلان کنترلر و توی اون کنترلر فلان اکشن این رو هندل بکن. خب همونجوری که الان اینجا داریم میبینیم، من یه دونه روت بیشتر اینجا توی روت مپ هم رجیستر نشده. یه روت با اسم دیفالت که اگه اسم کنترلر باشه، بعد اکشنش باشه، بعد یه آیدی باشه، به اون جواب میده و به شکل پیش‌فرض دنبال کنترلری با نام هوم با اکشن ایندکس میره که یه آیدی به شکل آپشنال داره. خب من الان هیچ کنترلری به اسم هوم و یه اکشن داخلش به اسم ایندکس نداشتم، به همین خاطر به من 404 داده. پس من میرم یه کنترلر ایجاد میکنم، اسمشو هر چیزی خواستم میذارم، مثلا میذارم مین. این یه کنترلر به اسم مین. همونجوری که میبینید حتما باید پسوند کنترلر رو داشته باشه، این جزء قواعده و حتما از کلاس کنترلر ارث میبره. خب توی اون کلاس من یه سری طبیعتا، خب این یه کلاس معمولیه مثل خیلی کلاس‌های دیگه که نوشتیم، میتونه یه سری اتریبیوت داشته باشه، میتونه یه سری فیلد داشته باشه، میتونه یه سری متد داشته باشه که توی اون در واقع متدها یه سری کارها رو انجام میده. ما متدهایی که یا فانکشن هایی که توی یه دونه کنترلر می‌نویسیم بهشون میگیم اکشن. پس اکشن ها میشن همون متد هایی که ما توی کنترلر ها می‌نویسیم یا همون متد هایی که توی کلاسمون می‌نویسیم. خب پس من چون اولین کلاسمون اسمشو گذاشتم مین، اینجا میگم کنترلر دیفالت منو بذار مین، توشم یه اکشن به اسم ایندکس هست. بله میتونم اسم اینم عوض کنم با اون مچ بکنم که این برای من قراره یه دونه ویو ریترن کنه. من هنوز ویوی برای این نساختم. من میتونم برم شروع کنم یه دونه ویو براش بسازم. کلیک راست میکنم، اد ویو میذارم. اسم ویوش هم میتونم به شکل پیش‌فرض بذارم. نمیخوام راجع به استرانگلی تایپ بودن ها، راجع به پارشال ویو ها، راجع به مسترها یا در واقع اون مستر لیوت ها صحبتی بکنم، چون ما قرار نیست وب نویسی یاد بگیریم، فقط میخوام راجع به نویسی صحبت بکنم. پس فعلا با همین پیش‌فرض من اد میزنم. راجع به ویو بگ و اینکه حالا چی هست نمیخوام باز صحبت بکنم. من میخوام فقط کاربر در صورتی که به این روت اومد یه دونه هلو ورد واسه چاپ بکنم. خب یه بار سریع مرور بکنیم. کنترلر، اکشن و یه آیدی که آپشناله، میتونم بدم میتونم ندم. کنترلر هم میگم به شکل پیش‌فرض مین باشه، اکشن هم به شکل پیش‌فرض ایندکس. معنیش اینه که اگه من فقط و فقط با دامنه اصلی وارد بشم، به شکل پیش‌فرض این کنترلر رو انتخاب کن و این اکشنش رو اجرا کن. یعنی کنترلر مین و اکشن ایندکس. اکشن ایندکس میگه یه دونه ویو برای من ریترن کن. ویو متناظرش این ویوه که توش هلو ورده. یه بار اجرا کنیم. می‌بینیم که هلو ورد چاپ شد. خب
متاسفانه خوشبختانه باید بگم که ما اصلا با ویو کار نداریم. من نمیخوام HTML برگردونم، من میخوام برای کلاینتم که اینجا ما قرار اندروید یاد بگیریم یا جیسون بفرستم یا XML. فکر میکنم جیسون یکم فرندلی تر باشه. به همین خاطر پس من نوع بازگشتی متد من به جای اکشن ریزالت میذارم جیسون ریزالت که برای من جیسون برگردونه. خب پس اگه اومدی به روت مین و ایندکس و پارامتر آپشنال آیدی رو دادی، برای من یه دونه جیسون برگردون. مثلا من یه دونه استرینگ تعریف میکنم به اسم یه استرینگ تعریف میکنم به اسم نیم، داخلش میذارم مثلا حسین. حالا میگم ریترن کن جیسون نیم. متد جیسون یه متده که یه آبجکت رو میگیره برای من جیسون میکنه میفرسته. اما اگه من الان اینو اجرا کنم با توجه به اینکه ریکوست من گته و به ازای هر ریکوست گتی من دارم یه دیتای جیسون میفرستم، خود دات نت این ریکوست منو بلاک میکنه. بریم ببینیم. خب چی میگه؟ میگه که این ریکوست شما بلاک شده به خاطر اینکه یه سری اطلاعات حساس ممکنه باشه و حالا شما ممکنه فاش بشه توسط در واقع اپلیکیشن ها یا در واقع ریکوست های دیگه ای که شما دارید میگیرین از طریق گت. یعنی شما دارید یه ریکوست گت برای شما میاد، شما دارید در ازای اون دیتا بهش پاس میدید. خب این ممکنه در واقع فاش بشه این اطلاعات شما. یا من اینکه خودم اینجا میدونم دارم چی کار میکنم، یه پارامتر دیگه بهش پاس میدم که اجازه بده به شکل گت هم من بتونم دیتا برگردونم. بعداً راجع به اتنتیکیت کردن و آتوراایز کردن یه دونه ریکوست و اینا کاملا صحبت خواهیم کرد. فعلا برای اینکه فقط به شکل نمونه ببینیم من یه نمونه اجرا میکنم. خب دیدید که حسین رو به شکل جیسون برگردون. یعنی اگه من برم پارزم اگه برم اینسپکت بکنم و ریکوستمو ببینم یه بار دیگه اجرا بگیرم، میبینید که حسین به شکل جیسونی برای من برگردونده شده. خب این خیلی ساده است. این شکل خیلی خیلی ساده بود. حالا من میخوام یه کنترلر دیگه بنویسم جدا. یه کنترلر، این کنترلر مثلا یه سری محصول رو میخواد به نمایش بذاره. اسمشو میذارم پروداکت کنترلر. این پروداکت کنترلر یه کنترلره که درخواست هایی که برای مثلا دسترسی به سری محصولات روی سایت من هست رو این هندل میکنه. خب من میرم تو قسمت مدلم یه دونه کلاس می‌نویسم. یه کلاس به اسم کلاس کنترلر زدم. یه کلاس میخوام بنویسم کنترل شیفت A زدم، کنترل شیفت C بود. یه کلاس میخوام بنویسم به اسم خود کلاس مثلا پروداکت. اسم کلاس هم میذارم پروداکت. خیلی ساده. کلاس پروداکت من شامل چند تا فیلد ساده است. مثلا یه دونه پابلیک استرینگ نیم که به شکل حالا یه اتریب یه پروپرتی می‌نویسمش. بعد یه دونه پابلیک استرینگ کاتگوری مثلا، و یه دونه مثلا پابلیک دسیمال باشه پرایسش میشه. خب فکر کنم کافی باشه. من یه کلاس دارم که این چند تا فیلد رو داره. کلاس هم میتونه یه کانستراکتور داشته باشه مثلا پابلیک پروداکت که همین پارامترها رو من بهش پاس بدم، نیم و بعد کاتگوری و بعدم یه دسیمال داشتیم پرایس. this dot name رو بذار name، this dot category رو بذار category و this dot price رو بذار price.
هم کانستراکتور کلاسمون. یه متد دیگه هم بذاریم که یه لیست برای من برگردونه. مثلا یه پابلیک get product list یه آینامریبل یا یه دونه آیکوریبل یا یه لیست فرق نمیکنه. من یه لیست میذارم از خود کلاس پروداکت، قرار اینو برگردونه. خب من اول از نوع کلاس پروداکت یه آبجکت ایجاد میکنم به اسم مثلا آندرلاین پرو مساوی نیو پروداکت. خب اسمشو مثلا میدم، اسم محصولم مثلا میدم بگ، بعد کاتگوریشو مثلا میدم کیچن، بعد یه قیمت هم براش میذارم که حالا مثلا یه آبجکت دیگه هم درست میکنم به اسم آندرلاین پرو 2، اسمشو مثلا میذارم نایف، هم کیچن و قیمت و آخری هم مثلا پروداکت آندرلاین پرو 3 مساوی نیو، اسمشو میذارم دفاع، بعد یه قیمت هم میذاریم که خب اینا رو باید به یه لیست اضافه کنم. یه لیست از چه نوعی؟ از لیست پروداکت به اسم پرو لیست. پرو لیستمو حد میکنم آندرلاین پرو، پرو 3 و در نهایت ریترن میکنم پرو لیست. قسمت بعدی هم یه متد دیگه هم می‌نویسیم. یه متد واسه اینکه یه پروداکت خاص رو بگیره. پروداکت get specific pro. که حالا فرض کنیم نیمش رو مشخص کرده باشه. یه string name. خب من اینجا یه آبجکت از اون نوع ایجاد میکنم، یعنی یه لیست از نوع پروداکت ایجاد میکنم. اول از کلاس پروداکت آندرلاین پرو ایجاد میکنم مساوی نیو پروداکت، پروداکت لیست میشم میذارم لیست مساوی با آندرلاین پرو دات get پروداکت لیست و من این کانستراکتور دیگه می نویسم برای حالتی که نخوام مقدار بدم. حالا میگم که برای من ریترن کنم از توی لیست اونی که یه لامدا می نویسم، اونی که خاصیت نیمش برابر باشه با نیمی که به شکل پارامتر من دارم فرست و دیفالت و در نهایت تموم میشه کار من. خب
برمیگردم به کنترلرم. کنترلر پروداکت. توی این کنترلر پروداکت من یه سری اکشن می‌نویسم که این اکشن برای من میخوان جیسون برگردونه. جیسون ریزالت اسمشو میذارم get list و خب توی get list هم شروع میکنم. اول کلاسی که نوشتم اضافه بکنم. پروژه‌مون اسمش MVC بود دات مدلز. خب کلاس پروداکت، از کلاس پروداکت یه آبجکت میسازم. بعد جیسون ریزالت میگیرم، یه جیسون برمیگردونم از چه نوعی؟ underline pro dot get product list. لیست پروداکت رو برام میگیره و اینو ریترن میکنم. خب پس اگر من به کنترلر پروداکت و اکشن get لیستش برم، طبیعتا باید برای من یه لیست از جیسون ها برگردونه. خب من اجرا بگیرم. باز هم get بود، دقت بکنید. من برم سراغ پروداکت و get list. باز هم همون ارور رو به من داد، به خاطر اینکه من دارم ریکوستام با get میفرستم و بعد اینجا بهش اجازه رو بدم که برای من به شکل get برگردونه. می‌بینید که لیست محصولات رو برای من برگردوند، به شکل جیسون شده هم برگردوند. برای اینکه مطمئنم بشم که مطمئنم دیگه نیازی به این نیست، ولی میتونم برم سایت جیسون لینک و ولیدیت بکنم ببینم که آیا میشم برای من کنده. حالا تا این میره من از وقت استفاده بکنم برم سراغ نوشتن یه دونه اکشن دیگه. این اکشن هم برای من قراره یه دونه جیسون برگردونه ولی یه محصول خاص رو. پس جیسون ریزالت get product by name، یه دونه string name. تو جاوا همش می‌نویسیم، عادت کردیم که اینجا خب من اول یه آبجکت از اون پروداکت میخوام. بعد میخوام ریترن کنم یه دونه جیسون شده. جیسون شده چی؟ underline pro dot get a specific product. اون نیم هم بهش پاس بدم و مجدد الوگت بدم. اما این برای من چیزی بر نخواهد گردوند. یه بریک پوینت میذارم ببینیم با هم دیگه چجوریه. get product by type name. من اینو کپی میکنم که تیپو نداشته باشم و اجرا میکنم. خب الان یه خطا داریم، یه دونه پرانتز نبستم من اینجا. مجدد، یعنی من برم پروداکت get product by type name، پارامتر بعدی طبق روت مپی که من داشتم یه کنترلر، بعد اکشن، بعد آیدی. در صورتی من اسم پارامترم باید حتما آیدی باشه. من اینجا دارم چی میگیرم؟ توی پروژکتم دارم نیم میگیرم، از من قبول نمیکنه. یعنی من بذارم اینجا مثلا اسم محصولات رو چی گذاشته بودیم؟ بگ و نایف و صفا، مثلا بگ. خب اگه من بیام میبینم که ناله، مقدار نیم من ناله، پس طبیعتا چیزی هم برای من نخواهد برگردون، هیچی.
پس من باید یه روت اختصاصی یا بنویسم یا اینجا این پارامتر رو بکنم آیدی، یعنی بکنم آیدی اجرا بگیرم. حالا مقدار آیدی چیه؟ بگه. با توجه به اینکه مقدارش بگه برای من باید اطلاعات بگ رو برگردونه که برگرده. جیسونش هم برم بدم به لینس به من میگه ولیده یا نه ولیده، جیسونش هم ولیده. خب حالا من چه کار بکنم؟ همیشه آیا باید آیدی بدم یا اینکه نه میتونم خودم روت بنویسم؟ نه میتونم خودم هم روت بنویسم. اینجا دست من بازه، من میام یه روت عین این بنویسم. فقط نکته ای که هست اینه که روت هایی که جنریک تره، عمومی تره، باید پایین تر باشه، چون به ترتیب مچ میشه. اولین روت اگه با الگوی اون مچ نشد میره بعدی، میره بعدی و بعدی. خب من به جای اینکه بگم کنترلر آپشنال باشه، کلی باشه، هر چیزی باشه، من میذارم حتما کنترلرم پروداکت باشه. یعنی اینجا هارد کد میکنم فقط این الگوی مسیری که از سمت کاربر میاد حتما اولش تو اگه پروداکت دیدی بیا با این مچش کن. اسم هم نباید تکراری باشه. اینجا اسم روت هم میذارم پروداکت، اون دیفالت بود. بعد اکشن ببین، بعد نیم ببین. حالا اینجا بیا نیم. خب من توی کنترلرم که حالا دارم میگم حتما پروداکت ببین، پس کنترلر پیش‌فرض هم میذارم پروداکت، اکشن پیش‌فرض هم میذارم روی لیستشون. یعنی اگه من اومدم رو کنترلر پروداکت، اکشن پیش‌فرض هم لیست باشه و نیم هم که آپشنال. پس من اینجا دیگه میتونم اینو همچنان بذارم نیم. البته میگم اینا فقط کاربرد آموزشی داره. مسلما ما اولا دیتا رو از توی دیتابیس خواهیم خوند در جلسات آینده. ثانیاً خب نیم چیز یونیکی نیست، تصمیم گیری بر اساسش خیلی اوکی نیست، یا اگرم باشه فرست آر دیفالت نباید باشه، یه لیستی از نیم ها باید بیاد. به هر حال من دوباره تست میگیرم با بگ، میبینم که بگ پر شد، ریترن میکنه برای من اطلاعات بگ. حالا میتونم نایف رو بدم، مقداری که برای من گرفته نایفه. پس الگو چه شکلیه؟ اول پروداکت رو دیده، یعنی کنترلر مشخصه، اکشن هم مشخصه، پارامتر هم مشخصه. من میتونم این کار رو انجام بدم، دریافت بکنم، در نهایت ریزالت رو برای من برگردونه. برای اینکه حالا ویدیو دیگه بیشتر از این حجمش هم بالا نره، من به همین قدر اکتفا میکنم. امیدوارم مفید بوده باشه. جلسات آینده انشالله توضیحات بیشتری میدم، ارتباط با دیتابیس رو بهتون توضیح میدم به چه شکل هستش، از این فریم ورک استفاده میکنیم و بحث حالا روتینگ رو بیشتر و پیشرفته تر. اگه من خواستم چند تا پارامتر بفرستم، اگه خواستم یه سری روت ها رو در واقع فیلتر بکنم و غیره، به چه شکل انجام بشه، انشاءالله در جلسات آینده توضیح میدم خدمتتون. وقت بخیر، موفق باشید.